افلاطون میگفت تو فکر کن قلبت بدون وقفه داره میتپه، ریه‌هات نفس میکشن، خون تو رگاته، همه بدنت در حال حرکته، اما خودت همیشه نشستی. یعنی یه تناقض عجیب بین حرکت درون بدن و سکون ظاهری ما وجود داره. و این سکون یه هزینه سنگینی داره، خستگی ذهن و فرسودگی روانی، که اتفاقا اینو علم هم تاییدش کرده. یعنی حتی اگه بری باشگاه هم نمیتونه جای ساعات طولانی نشستن رو جبران کنه. حرکت یه نیاز دائمی بدنه، نه یه گزینه اختیاری برای لاغری یا فرم. وقتی بدن خاموش باشه، مغز هم به مرور خاموش میشه. وقتی تو حرکت نکنی، مغز میفهمه که خطری نیست و کم کم میره تو حالت نیمه خاموش. پس اگه یه مشکلی برات پیش اومد، یا دچار بی‌حوصلگی شدی، یا احساس بی‌هدفی کردی، شاید اولین راه یه پیاده روی ساده باشه. شاید راه نجاتت همین قدم زدنی باشه که مدت هاست فراموشش کردی، نه با هدف خاص، فقط برای اینکه یادت بیاد هنوز زنده ای. ذهن روشن توی بدن متحرک رشد میکنه، نه پشت میز، نه پای گوشی، نه وسط فکرهای تکراری. باور کنید گاهی قرار مسیر وسط همین قدم ها شکل بگیره.